Jungle. Audio Jungle. اولا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته با کل بینندگان شبکه صدای امید. دوستان عزیز، امروز یکم روزی برنامه ما هست ان شاء الله. از همت خوش میکنیم تا آخر برنامه با ما باشین. خب اولا از همه برادرها عذر میخوام که ما پیش طرف شما کردیم، اما بزرگیم بخشش زیاده که ان شاء الله که برنامه را شروع میکنیم. یکم قاری رو دعوت میکنیم ان شاء الله. اگر قاری ابراهیم در اینجا حضور داشته باشه میبرم. قاری ابراهیم. خب قاری جان خوش آمدین به برنامه ما. اول خود رو با مردم معرفی میکردین که کی هستین، از کجا هستین؟ برادر شما ابراهیم طایرف، همین شهر دوشنبه. خب سلامت باشین. قاری جان چند پاره هستین میگفتین؟ هر جو از یاد کردگیم بسیاره، مثلا هست 8 9. خب سلامت باشین. خوش میکنیم اول یک آیت از قرآن میخوندین ان شاء الله که بعدا باز میگفتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظیم. خب سلامت باشین. قاجان خوب یک تفتیش میکردین ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر خوش آمدید به این آزمون قرآن. ان شاء الله از همین برادرها عذر میپرسم که برادران رو پوش کردیم. ان شاء الله برادرمون قاری ابراهیم جان ان شاء الله که بهترین قرائت داشتن، از تجویدی از یعنی حروف حرفا گویم اگر کمتر یعنی مثل سکته بوری کردید ان شاء الله که ما کان محمد ابا گفتین که در اینجا سکته مخصوص در آیات های قرآنی هستند. شما اینجا رو سکته کردید و بعدن که ولکن رسول الله ریکی زبر شد غف سونده میشد ان شاء الله خود میدونید. بعدن ان شاء الله که موندگیش بهترین بود ان شاء الله. سلامت باشی ماشاءالله. به این خطاگی ان شاء الله که میگذرید یک نشید تاجیکی میخوندین قاری جان. نشید گفته نریتی میشود چه خیلی که با شما پسند است. اللهم صل و سلم و بارک علیه. جهان روشن است از جمال محمد، دلم گلشن است از وصال محمد. جهان روشن است از جمال محمد، دلم گلشن است از وصال محمد. با وصف رخش و ضحا گشت نازل، نگاه کن به قرب و کمال محمد. خوشا مجلس و مسجد و خانقاه، که در وی بود قیل و قال محمد. بروی زمین گشت سردار عالم،
هر آن کس که شد پایمال محمد بسی ذوق و صفا میتوان گشت ای دل غلامی غلامان آل محمد بود هر کس را بسر یک خیاله مرا از همه خوش خیال محمد خدایا بکن جان زاری حسن را فدای سر و زلف و خال محمد فدای سر و زلف و خال محمد اللهم صل و سلم و بارک علیه. سلامت باشه قاری جان، ماشاءالله بهترین آواز و در شعرخوانی هم قافیه ها خیلی بهترین. خوشا به حالتان که بدیم رو شما گذاشتین. سلامت باشین. خب اگر قاری شمس‌الله اگر در همین جا میشد به صحنه میبرم. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این برنامه ما، به این آزمون ما. خود را معرفی میکردین بحری برادرانی که الحال ما را تماشا کرده ایستادند. و علیکم السلام و رحمت الله. من قاری شمس‌الله هستم از شهر وحدت از دهه رامید. خب قاری جان میگفتین که چند پاره هستین؟ 4 پاره خوندگی هستم. ماشاءالله بهترین است. خب اگر که شروع کنین بهتر میشود یک آیت قرآن را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز. خب باز قاری جان می‌بیند که جا خطا کرده است. سلام باشه قاری شمس‌الله جان. انشاءالله که حرف قاف را قلقله نکردید، یعنی نجموندید. و السماء و الطارق. بعدا آیت بعدی تنوگ نکردین حرف قاف را، وقتی که زیر شد تنوگ نکردین. ما این دافق اخفا می شود. یخرج من بین الصلب و الترائب شما یخرج من بین الصلب و الترائب گفته شما یخرج من الصلب و الترائب. انشاءالله که آیت های بعدی هم خطاگی داشتن، انشاءالله که اصلاح می شود. خب چقدر خطاگی بود قاری جان؟ خطاگی زیاد بود راستی. زیاد بود در تجوید؟ از 5-6 تا زیاد بود. خب سلامت باشید. برادرها همه اون رو گفته نمیتونیم که وقت زیاد میره. بله وقت زیاد میره. هر جا هم جایی که مثال در کره گفته ایستاده است. حاضر نشید میخورد. ان شاء الله اگر نشید با آواز خوب باشد برای دیومش با قاری جان مصلحت میکنیم برای گذروندنش که خطاگی خیلی زیاد شده است. شاید که در دیوم تجوید رو خوب کرده بیاید. نه قاری جان؟ ان شاء الله. سلامت باش قاری جان. یک نشید میخوندیم. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی
جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی. خوشا کنم جمله دی استغفرالله ای سر خونم شما شفره کی و یه وقتی فهمیشه. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی. خوشا کنم سرمدید خاکت محمدی امی. دلم تمنا بر روز محشر شفاعتت دارد. ایقاع روی محیط و در راه جنتت دارد. با تو دل صدا ندارد شامی مازیان ندارد. به مهرت بها ندارد دلها، با عشقت بها ندارد با عشقت بها ندارد. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. سلامت باش قاری جان. در نشید خوندن خوب است، خیلی کم کم قافیه‌ها جو به جو نمیکنیم در نشید خوندن، تنفس حرف‌ها را کم تر خطا میکنیم، لیکن به خاطر همین آواز شیرینت به دیم میگذرونیم. در دیم غلطیدن در دیم اگر 5 تا آیت میخونیم 5 تا خطایی شد میغلطیم، در هم دیم 5 تا خطایی شد میغلطیم. خیلی برای دیم ان شاء الله که گذاشتیم. سلام علیکم. اگر قاری شاهزاد باشد میبرم من. خوش آمدید قاری جان. اول السلام علیکم و رحمت الله. اول خود را یک برادران قطع معرفی میکردین که از کجا هستین؟ من از شهر ازبکستان هستم، از رایان دهنو. نام من شاهزاد هست. سلامت باشین قاری جان. چند پاره هستین؟ 2 پاره هستم. 2 پاره؟ ماشاءالله بهترین. خب اگر شروع میکردین بهترین میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله العظيم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز. خب قاری جان خوبه از شروع کن. سلامت باشه قاری جان. بهترین آواز، بهترین قرائت انشاءالله، بهترین تجوید، کمتر در حرف صاد، یعنی مثل سین میبرد انشاءالله که خوب میشود، یعنی تلفظ حرف صاد مانند سین برآمد و حرف ه و ما هم عن ه کمتر هی غفص گفتین و ما هم عن ه هی سبک است انشاءالله. دیگهش بهترین سه خط. ماشاءالله. خب قاری جان اگر شروع میکنین یک نشید تاجیکی. سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان عزت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان نقش قرآن تا در این عالم نشست نقش های کاهن و پاپا شکست فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتاب نیست چیزی دیگر است چون به جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود گر همه خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن این کلامی الهی است باشد صدای قرآن این کلامی الهی است باشد صدای قرآن درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است آیین ما همین است برنامه های قرآن آیین ما همین است برنامه های قرآن پس این زمین و آسمان دریاها و کوهستان پس ما بخواندیم قرآن از دوزخ یابیم امان سست مکن جور جان
در دست بگیر تو قرآن، سستی مکن جور جان، در دست بگیر تو قرآن. سلامت باشی قاری جان، بهترین آواز دارین ماشاءالله، حرکت کنین با خوب میشن، لیکن در شعر خوندن همه را با ویرگل خوندین، استوده رفتگی هستین، خب مثلا هر یک کلمه را عدل نخونده رفتگی هستین. شعر وقتی میخونی باید ایش به ایش کششه، اگه وایبر اومدی با اوش باید که چسبه خود میستی با میگذره شده. لیکن از تجوید و از قرآن خوندن بهترین ماشاءالله بعد امرو گذاشتین. خب اگر قاری محمد اقبال میشین میبرامد بسیار خوب میشید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. قاری جان خوش آمدید به برنامه ما آزمون، یعنی که قاری ها تشکیل کردیم. خود را یک معرفی میکردین که از کجا هستین؟ خوب سلامت باشید. اولا میخواهم سلام خود را به کل اشتراکچیان و به کل بینندگان شبکه صدای امید رسانده باشم. من محمد اقبال میباشم از ولایت سوخت و از ناحیه اصفهان. ماشاءالله قاری جان، میگفتن که چند پاره از یاد میدونید؟ خب من راستی بار اول است که حفظ کرده شدم، انا پاره 12 پاره گویم. ماشاءالله بهترین. اگر شروع میکردین یکی از آیات قرآن رو بسیار خوب میشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز است ماشاءالله. خب سلامت باشین قاری جان. خطای تجویدی کردین در حرف یا در وقت اعوذ بالله، بعدن در حرفهای قاف که تونک خوانده میشه و در حالت زیر اومدن فقد ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیته که در این حالت قاف زبر شده ایستاده است، قفس خوانده می شود. حرف قاف رو در سه جا شما خطا کردید از خطای تجویدی. ان شاء الله که دیگرش بهترین است. خب سلامت باشی قاری جان ماشاءالله بهترین. خب اگر یک نشید از تاجیکی میخوندیم بسیار خوبه. بگیر دستی فقیر و بنوایان ترحم بر کسانی بنوا کن. ببین تو حال زار نابینایان تو تنها شکر چشمانی بنا کن. ببینی گر شکست دست و پایه تو شکر صحتی دست و پا کن. تو شکر صحتی دست و پا کن. مکن شادی بر روز مردنی کس زمان فکر از روز قضا کن.
زمان فکر از روزی قضا کن. اگر با دوستان عهد ببستی بکن تو جهد و بر عهدت وفا کن. بکن تو جهد و بر عهدت وفا کن. با آن یاره که باشد او خدا جوی، با آن یاره که او باشد خدا جوی. اگر جان خواست جانت را فدا کن. بگوشت گیر در آخر پند ما را، تو تنها یک دعا بر جان ما کن. تو تنها یک دعا بر جان ما کن. اللهم صل و سلم و بارک علیه. ماشاءالله قاری جان زنده باشین. بهترین آواز. ما باید البته شکرانه چشم بینا کنیم تا کور نشوی به قدر بینایی نمیرسیم. همه کسا در حق قاری جان دعا میکنیم انشاءالله. ماشاءالله قاری جان من یگان سخن ندارم، 100% شما گذاشته بهترین ماشاءالله. خوب اگر قاری امیر حمزه میشینه برآمدن بسیار خوب میشد انشاءالله. و علیکم سلام و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این آزمون ما. خود رو معرفی میکردین انشاءالله. سلامت باش. قاری جان چند پاره هستین؟ 5 تا ماشاءالله. ماشاءالله بهترین. اگر قرائت میکردین یک سوره از قرآن بسیار خوب میشه.